به نام خدا. سلام دوست عزیز. امروز با حکایتی از دفتر دوم مثنوی در کنارتون هستیم. نام حکایت دشمن در لباس دوست. در زمان قدیم روزگاری بود که یهودی ها و نصرانی ها با هم دشمنی داشتند. یک شهری بود که مردم آن بیشتر یهودی بودند و کمتر نصرانی. این شهر حاکم ظالمی داشت که نفع خود را در آن دیده بود که خود را یک یهودی متعصب نشان بدهد. مردم این شهر همه نصرانی ها را اذیت و آزار می کردند و هر روز عده‌ای را به نام اینکه بیدین شدند می گرفتند و شکنجه می کردند و هر روز هم بر شمار نصرانی ها افزوده می شد. این حاکم یک وزیر هم داشت که خیلی مکار و شیطان بود. او می گفت همه باید یهودی باشند و هیچ نصرانی نباید در این شهر بماند. این وزیر یک روز به حاکم گفت اینطور که تو آشکارا با نصرانی ها دشمنی میکنی فایده ندارد. اولا مردم عقیده خودشان را پنهان میکنند و بعدش هم وقتی مردم ظلم تو را میبینند بیشتر به نصرانی ها عقیده پیدا میکنند، چون مردم همیشه دوست مظلوم و دشمن ظالم هستند. اگر ما بخواهیم نصرانی ها را از بین ببریم باید نقشه بهتری بکشیم و حیله‌ای به کار ببریم. حاکم پرسید مثلا چطور؟ وزیر گفت من یک نقشه خوبی دارم و برای اینکه زهر خودم را به این نصرانی ها بریزم و ریشه کنشان کنم خودم حاضرم فداکاری کنم و مدتی رنج بکشم، ولی شرطش این است که تو هم مطابق نقشه رفتار کنی و اسرار کار را پنهان نگه داری. حاکم گفت من میخواهم از همه زورمندتر باشم و در دنیا حکم من باشد. هر کاری بگویی میکنم. حالا نقشت را بگو. وزیر گفت راهکارش این است که یک روز دستور بدهی ناگهان مرا بگیرند و در میدان شهر شلاقم بزنند. آن وقت دست و پایم را زخم کنند و خونین و مالین مرا پای دار ببرند و تو بگویی چون این وزیر نصرانی شده و از دین پدر و مادر خودش خارج شده باید او را دار بزنیم تا عبرت دیگران شود. آن وقت پنهانی به یک نفر از بزرگان دستور می‌دهی که بیاید میانجی شود و شفاعتم را کند و تو بگویی حالا که این طور است پس این وزیر خائن را از شهر بیرون می‌کنم و این خبر را در شهر پخش کنند که چون وزیر نصرانی شده او را از شهر بیرون کردند تا مایه عبرت خلایق باشد. آن وقت من میروم به کشور نصرانیان پناه میبرم و فریاد و فغان میکنم که عجب دور و زمانه‌ای شده هیچ کس اختیار دین و ایمان خود را ندارد و نمیگذارد هر کسی آنطور که قلبش گواهی میدهد خدا را بپرستد. وقتی نصرانیان یقین پیدا کردند که من یک نصرانی با عقیده هستم و به من ایمان پیدا کردند دیگر بقیه کار را خودم درست می کنم و یک فتنه‌ای در میانشان برپا می کنم که آن سرش ناپیدا باشد. هیچ بلایی از فتنه و نفاق بزرگتر نیست. وقتی در میانشان اختلاف پیدا شد خودشان با خودشان می جنگند و ضعیف می شوند. من هم وقتی کارم را تمام کردم فرار می کنم و از همه قوی تر می مانی. حاکم گفت فکر خوبی است. اگر تو بتوانی تیشه را به ریشه درخت بزنی آن وقت شاخ و برگ‌های نصرانی در کشور ما خشک می‌شوند و اقبال من می‌شود. اما تو یک نفر چطور می‌توانی این کار را بکنی؟ وزیر گفت خراب کردن همیشه آسان‌تر از ساختن است. من می‌روم آنجا نهال دشمنی را می‌کارم و آتش نفاق را روشن می‌کنم و خودشان را به جان هم می‌اندازم. بقیه کارها را خودشان می‌کنند و تنها نمی‌مانم. حاکم گفت بسیار خوب، چه از این بهتر. خدای موسی به تو عوض بدهد. روز بعد حاکم دستور داد وزیر یهودی متعصب را به اسم این که از دین برگشته و نصرانی شده گرفتند و زدند و بستند و پای دار کشیدند. آن وقت یکی هم آمد شفاعتش را کرد و بعد همانطور که قرار شده بود او را از شهر بیرون کردند و همه جا گفتند وزیر از دین پدر و مادر خود خارج شده و نصرانی شده و حالا کافر است و مرده باد وزیر خائن. این کار را کردند و وزیر هم کتک خورده و زخمی شده رفت به نصرانیان پناهنده شد.
و چون آنها سرگذشت او را شنیده بودند از او استقبال کردند و به او عزت و احترام گذاشتند. وزیر حیله‌گر هم پیوسته از حاکم یهودی بد می گفت که من سالها نصرانی بودم و عقیده خودم را پنهان می کردم، اما عاقبت حاکم فهمید و به زاری و خواری مرا بیرون کرد. اگر حضرت عیسی جانم را نگه نداشته بود این حاکم یهودی مرا کشته بود. او خدا را شکر می کرد که نصرانی ها او را پناه دادند. نصرانی ها که می دانستند او وزیر حاکم یهودی بوده گفتند این مرد برای عقیده و ایمانی که ما داریم تا پای مرگ رفته و برگشته. حالا بر ما واجب است که او را بزرگ و محترم بشماریم. وزیر مردم را دور خود جمع می کرد و دائم برای آنها از دین عیسی صحبت می کرد. چون کتاب بسیار خوانده بود و از همه چیز خبر داشت و از طرفی زبان چرب و نرمی داشت، روز به روز بیشتر مردم مریدش می شدند و همه جا صحبت از حرفهای او بود. کم کم طوری شد که در میان نصرانیان هیچ واعظی از او مشهورتر نبود. حالا دیگر حاکم کشور هم به او ایمان پیدا کرده بود. همه علمای نصرانی او را به پیشوایی انتخاب کردند و به حکم و فتوای او گردن گذاشتند و به او نایب عیسی لقب دادند. معروف شده بود که نایب عیسی از پیشانیش نور ایمان میبارد، از زبانش حرف حق جاری می شود و با فرشتگان آسمان رابطه دارد. او هفته یک شب با حضرت عیسی هم در آسمان 4 ملاقات می کند. و از این حرفها که وقتی مردم عوام مرید کسی شدند خودشان می سازند و خودشان هم باور می کنند. در این موقع که دیگر بیشتر نصرانیان حرف نایب عیسی را وحی آسمانی می پنداشتند، حاکم یهودی نامه‌ای به وزیرش نوشت و گفت فلانی عهد و پیمان خودت را فراموش نکنی. و او جواب نوشت خاطر جمع باش، مقدمات کار را فراهم کردم و به زودی آتش را روشن می کنم. در آن روزگار نصرانیان 12 فرقه بودند و 12 پیشوای بزرگ داشتند که به فتوای او عمل می کردند. و این 12 پیشوای دینی هم سرسپرده نایب عیسی شده بودند، چون به علم و فضل و پرهیزگاری او چنان عقیده پیدا کرده بودند که حکم و دستور او را مثل حکم و دستور خود عیسی می دانستند. بعد از اینکه دشمن در لباس دوست پایه کار خود را اینطور محکم کرد، پنهانی به یک سنگ تراش دستور داد 12 لوح سنگی بسازد. او 12 جور دستور زندگی و احکام دین فراهم کرد که هیچ یک از آنها با هم مطابق نبود. او سپس دستور داد تا آن احکام را بر روی لوح‌های سنگی بتراشند. در یکی نوشته بود دستور خدا این است که مردم ریاضت بکشند و ترک دنیا کنند و شب و روز عبادت کنند و کار دنیا را به اهل آن واگذارند و در فکر آخرت باشند. در دیگری نوشته بود خداوند از دعا و زاری و عبادت بی‌نیاز است. مردم باید بر سر سفره دنیا بخورند و بنوشند و خوش باشند. این همه نعمت را خداوند برای مردم آفریده و در آخرت هم گناهانشان را می‌آمرزد. در یکی دیگر نوشته بود اگر کسی به یک طرف صورت شما سیلی زد، طرف دیگر را هم بیاورید تا بزند. خداوند روز قیامت به حساب آن رسیدگی می‌کند و بدکار را به جهنم می‌فرستد. زور گفتن بد است، ولی حساب آن با خداست. اما زور شنیدن ثواب دارد و حساب آن هم با خداست. در یکی نوشته بود حالا که مردم چیز فهم شدند، باید خودشان قانون زندگی را مطابق میل خودشان بنویسند. خداوند به کار مردم کاری ندارد و خوشبخت کسانی هستند که یا به نصیحت یا به زور دیگران را با خودشان همراه کنند و هر کس باید خودش حق خودش را بگیرد. خلاصه 12 لوح سنگی را با دستورهای مخالف آماده کردند و بعد 12 پیشوای نصرانی را که هر یک حاکم قسمتی از کشور بود جدا جدا دعوت کرد و پنهان از دیگران یکی از آن لوح‌ها را به ایشان سپرد و گفت برای اینکه دستور خدا مو به مو اجرا شود اصول آن را بر این سنگ تراشیدم تا هیچ کس نتواند آن را تغییر دهد. چون تو از همه پیشوایان بزرگتر و عزیزتری آن را به تو می سپارم
تا مردم را به راه راست و درست هدایت کنی و این سنگ را پنهان از چشم نامحرم نگاه داری. آن پیشوایان هم رفتند و مطابق آن لوح سنگی که داشتند حکم خدا را به مریدان خود تعلیم دادند و کار به آنجا رسید که پیروان 12 پیشوا هر کدام از فرقه های دیگر را گمراه و گناهکار می دانست و از اینجا ریشه نفاق و فتنه قوت گرفت. هر وقت اختلافی پیدا می شد، پیشوایان می آمدند از نایب عیسی مسئله را می پرسیدند و او با بهانه‌ای آنها را آرام می کرد و می گفت مصلحت مردم را فقط خدا می داند. هر کس باید به آنچه حکم شده عمل کند. البته بعضی گمراه می شوند، اشتباه می کنند، ولی خب کم کم عقلها زیاد می شود و درست می شود. و به این ترتیب روز به روز آثار فتنه بیشتر ظاهر می شد. در این هنگام نایب عیسی حیله آخری را به کار بست و مجلس موعظه را تعطیل کرد و در خانه را بست و گفت من دستور دارم بعد از این با هیچ کس حرف نزنم و دیگر هیچ کس مرا نمی بیند و هر کس مشکلی دارد باید از پیشوای شهر و محل خود بپرسد. همان روز دوباره آن 12 پیشوا را یکی یکی دعوت کرد و محرمانه به آنها گفت من باید به آسمان بروم و برای اینکه دین نصرانی برقرار بماند باید یک نفر از میان همه پیشوایان نایب من باشد و آن یک نفر تویی. برو و مطابق دستوری که بر لوح است مردم را هدایت کن و همه پیشوایان هم باید به حکم تو عمل کنند. هر کس با تو مخالفت کند گمراه است. تو حق داری به هر طریقی که میتوانی او را به راه بیاوری، اگر شد با صلح وگرنه با جنگ. او همه این صحبتها را با یکی یکی آنها در میان گذاشت و بعد گفت من امشب به آسمان میروم و روحم شاهد و ناظر کارهای تو روی زمین است. او این را گفت و آن شب خانه و دم و دستگاه خود را گذاشت و فرار کرد و به این ترتیب مردم تصور کردند که نایب عیسی به آسمان رفته. وزیر یهودی بعد از اینکه تخم فتنه را پاشید پیش حاکم یهودی برگشت و گفت حالا من تخمی کاشتم که سالها میوه میدهد و هیچ احتیاجی هم به ظلم تو و بدنام شدن حاکم یهودی نیست. نصرانیان خودشان را نابود میکنند، زیرا نفاق و دو دستگی از همه چیز بهتر میتواند مردم را از پا درآورد. و البته همینطور هم شده بود. از آن پس هر یک از 12 پیشوای نصرانی تنها خودش را پیشوا میدانست و دیگران را قبول نداشت. چون دستورهایشان با هم مخالف بود، هر روز اختلافی پیدا می شد و هر کدام خودشان را بر حق و آن دیگری را باطل می دانست. هر روز فرقه ها با هم می جنگیدند و راحت و آسایش از میان آنها رفته بود. این بود تا اینکه یکی از نصرانیان که در بارگاه حاکم یهودی خدمت می کرد و دین خود را مخفی داشته بود، این راز را فهمید و سپس به حاکم نصرانی خبر داد و حاکم بزرگان و ریش سفیدان را میانجی کرد و 12 پیشوا را در مجلسی جمع کردند و گفتند خدا یکیست، دستور خدا هم باید یکی باشد. شما که همه با هم اختلاف دارید باید سند و دلیل خود را نشان بدهید. هر یک از پیشوایان گفتند ما لوح سنگی داریم که محرمانه است و هیچ کس نباید آن را ببیند. حاکم گفت هیچ کس این را نمیپذیرد و هرچه محرمانه تعلیم داده شود از گمراهی است. حرف حق آن است که دشمن هم بتواند درباره آن فکر کند و بسنجد. مردم عقل دارند و حقیقت را میشناسند. باید این لوح‌های سنگی با هم تطبیق داده شود. اگر با هم مخالفند ریشه اختلاف پیدا شود. هیچ یک از پیامبران کتاب و دستور محرمانه‌ای نداشته است. فقط کارهای بد را پنهان می کنند. هرچه خوب است آشکار است. پیشوایان ناچار لوح‌های سنگی را حاضر کردند و با هم تطبیق دادند و همه فهمیدند که نایب عیسی یک دشمن حیله‌گر در لباس دوست بوده است. و چون همه قبول داشتند که حکم خدا درباره همه مردم باید یکسان باشد، وقتی اختلاف دستورها را دیدند از خواب غفلت بیدار شدند و با هم صلح کردند و اختلاف از میان برداشته شد.
در این میان خبر رسید که حاکم یهودی و آن وزیر شیطانش هم از میان رفتند و پادشاه تازه با انصافتر است. دو حاکم نصرانی و یهودی به یکدیگر نامه نوشتند و قرار گذاشتند با هم دشمنی نکنند و مردم را به صلح و صفا رهبری کنند و اعلانی نوشتند: هیچ کس حق ندارد عقیده خود را به زور بر دیگران تحمیل کند. دین برای آسایش است، برای ظلم نیست. دین برای ساختن است، برای خراب کردن نیست. هر کس خراب می کند و نفاق درست می کند پیش خدا گناهکار است. تا وقتی کسی آزارش به دیگران نمی رسد، عقیده‌اش برای خودش محترم است. عیسی به دین خود، موسی به دین خود. آنها این اعلان را بر کاغذهای بسیار نوشتند و پیشوایان هر دو گروه آن را مهر امضا کردند و بر دیوارهای همه شهرها چسباندند و به این ترتیب مردم به کار و زندگی خودشان مشغول شدند. خب به پایان این حکایت بسیار زیبا رسیدیم که امیدواریم از دیدن و شنیدنش لذت برده باشیم. مثل همیشه دلگرم حمایت و همراهی پرمهر شما هستیم و هر لایک برامون انرژی مضاعفیه برای اینکه بهتر و بیشتر ادامه بدیم. تا مجالی دوباره و حکایت و داستانی دیگه پیروز و برقرار باشیم.